Microsoft Word и PowerPoint. Создание рефератов, презентаций, слайдов. روز جوان هستند که بسیارتر با بازی‌های کامپیوتری مشغول می‌شوند و این بازاری آنها است. ما که دانشجو هستیم و ما بسیارتر برای سالن‌های بالای خود را دیدن در سایت‌های دانشگاه برای ما استفاده می‌کنیم. презентация ساز می‌کنم، درس‌ها رو یاد می‌گیرم. با برنامه‌های Visual Studio C#، PHP بسیار برنامه‌ها رو می‌آموزیم، برنامه‌های نو رو. برای تغییر کردن درس‌ها برای ورزش‌ها دادن معلومات استفاده می‌برم کامپیوتر. برنامه‌های Word، Excel و دیگر نمونه برنامه‌ها استفاده می‌کنم. من با برنامه‌های کامپیوتری Word و Excel استفاده می‌کنم در دوره مهارت‌های گسترده با مورد همون بسیارتر از کامپیوتر استفاده بوده و انتخاب کردم. بیشتر با برنامه‌های C#، C++، Java ما پورا کامپیوتر رو با منفعت خود استفاده می‌بریم. C#، Word، HTML و اجرا کردن درس‌ها، کارهای کورسی. Использую Word, Excel, использую, чтобы мне были легче экзамены, разные тексты, чтобы я смог это подробно это написать тексты. Word, Excel, PowerPoint و بسیار برنامه‌های هستند که استفاده کردن ممکن است. از سبب آنکه که من حاضر دانشجو هستم، من بسیارتر برای درس‌هایم استفاده می‌کنم، یعنی کارهای کورسی، کارهای مستقلانه دانشجو و درس‌هایم رو برای روشن‌تر و واضح‌تر کردن و فهمیدن خوندن استفاده می‌کنم. Microsoft Word, Microsoft Excel или же Google Sheets, Google Docs для выполнения заданий, которые нам задают, или для каких-то личных целей. برنامه Word، Paint، Excel بسیار برنامه‌ها که استفاده کرده می‌توانیم. ما اکثرا با کامپیوتر و برنامه‌های افیسی از قبیل Word، Excel، PowerPoint با اینها کار کرده می‌توانیم. با واسطه Word باشد کارهای مستقل دانشجو یعنی کمیدی تیار می‌کنیم و با واسطه PowerPoint باشد پرزنتاسیون یعنی نمایشی را آماده می‌کنیم. بلاک‌نوت، HTML، CSS، ساختن سایت برای KDZ، برای SRS. Excel, Visual Studio, Word для разных задач, чтобы выполнять рефераты и самостоятельные работы. Visual Studio, QBasic, Visual Basic سایت‌سازی می‌کنم، برنامه‌سازی. تغییر کردن رفرات‌ها، کارهای مستقلانه و آنلاین درس‌ها، پایچارم و ویژوال استودیو، ویژوال بیسیک. زبان‌های برنامه‌سازی پیتون، C++، جاوا و برنامه‌های مایکروسافت office می‌توانم کار مستقلانه که از دانشجویان می‌تونم کنم.